همین خیل قصه کوتاه. معلم پسرک را صدا کرد تا انشایش را با مضمون علم بهتر است یا ثروت بخواند. پسرک با صدای ضعیف و لرزان گفت ننوشته‌ام. معلم با خطکشک چوبی که در دست داشت پسرک را تنبیه کرد و او را در آخر صنفخانه پا در هوا نگه داشت. پسرک در پایین صنف در حالی که دستان سرمازده اش را با هم می‌مالید زیر لب گفت آره، ثروت بهتر است، چون اگر ثروت می داشتم دفتر می خریدم و انشایم را می نوشتم. معلمه می گوید روزه از طلبه های خردسالم خواهش کردم که رسم فصل بهار را تصویر کنند. تمام طلبگان گل، درخت، دریا، پرنده و غیره کشیدند، غیر از یک طلبه که کتاب قرآن کشید. من پرسیدم برای چی تو کتاب قرآن کشیده؟ جواب بیگناهی او به چشمان من اشک آورد و گفت قرآن این بهار قلب من است. این را مادرم به من آموخت.